آقای تتلو صفای وجود شما کجا اینجا کجا؟ مگه شما آدم معروفان مریض میشید؟ دیگه بالاخره زندانه دیگه، سختی‌های خودشو داره. به سلامتی. حالا ان شاءالله که اعدام میشی. چی میگه؟ نه منظورم اینه قبل مرگ دی امضا خداوکیلی به ما بده. خفاش بابا، یکی بده اسکول بندازه بیرون. اوه اصلا قشنگ معلومه حالت خوب نیست. واسه الان یه آمپول بیارم بهت فرو کنم آروم بشی. اشک من تو آمپول زنی؟ نه خدماتیه، ولی به خاطر آرامش شما هر کاری میکنم. نمیخوام، گم شو بیرون. آدم با طرفداراش این کارا رو میکنه. واقعا برات متاسفم. سلام بچه‌ها. سلام. آقای تتلو باورم نمیشه شما اینجا چیکار میکنید؟ بعد به من میگه حشیش میکشی. خب طبیعتا مریضم چه آوردنم اینجا دیگه. خانم مگه شما کلاس ندارید امروز؟ پس استاد مامایتون کجاست؟ والا دیشب توی مراسم دکترا جمع بودن، نامردا بهشون الکل تقلبی چیز نوشابه تقلبی دادن خوردن، خلاصه استاد من مرد دیگه. نه منم به جرم همین چیزا زندانم دیگه. کاش منم دکتر بودم عزیز بودم. شما الانشم عزیزی. میشه یه سلفی باهاتون بگیرم؟ نه میبینی سون به این وصله؟ اشتر دوست داره عکست شاشی بشه؟ آخ چرا نادیش عکس بود داره خواه. وای دکتر تو خود من دست اینا نجات داره. ای خدا دیگه خیلی داره درد میکشی، داری تعارف میکنی. الان درستش میکنم. چی شده درستی دستتو بکش. زاد داده یانده. اینجا چه خبره؟ اشتگیم بدبختو چیکارش کردی؟ هیچ صداش خیلی درد میکشید آمپول زدم. آخه مگه تو دکتری؟ نه ولی عمو دارم قاضیه، گفت این حکمش قطعا اعدامه. منم که بدی کسی رو نمیخوام، بهش یه آمپول هوا زدم راحت شه. چی میگه؟